Yani zan Abu Hurayra radıyallahu teala anhu یک بار یک زن میبیند که مدیننده از یک زن به نزدش میگذارد و اول چه بوی عطر میبیاد یعنی میگوید که یا امت الجبار میگوید یا امت الجبار میگوید ای غلام جبار میگوید یعنی میترسوند میگوید که آیا نشونیدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که زنی که خونش به عطر داده کوچه میبرد گویا که وای زینوکارگی یعنی برای این زن یعنی عطرش و خوشبویاش نزد محارمش یعنی شوهر نزد همینونده استفاده میبرد. اما کوچه که میبراید نزد بیگانه ها به وای غلطانه وای باید که وای بوی از خودش برواند یعنی وای چیه از خودش وای چیزه میبرواند وای چیزه یعنی فروختنش اگر شما دونید که وای هم زنها خریده نزد شوهرشون استفاده میبرند و هیچ گپ نه. لیکن اگر دونید که مثلا وای میگیره دو رفته مثلا همین پیش شوهرش به نوعی نبرات یعنی نزد بیگانه ها اجنبی ها برفته و استفاده میبرد و انده و غلطان این چیز بهتر دور شدن همین اصل یعنی